به کارگاه آزمایشگاه رایگان خوش آمدید. وسیله این هفته ما در مورد طرز کار ترمز ماشین هست. به این لوازم برای ساخت نیاز دارید: یک تخته، یک نوار حلبی، یک فنر، 4 عدد دانه نسوز المنت سماور برقی، 2 سرنگ همشکل، یک تکه شلنگ، 4 عدد پیچ و مهره، یک واشر کوچک و درب قوطی واکس یا درب دبه پلاستیکی. این وسایل و لوازم یقیناً پیرامون همه شما دانش آموزان عزیز هست. اگر هم در اختیار ندارید میتونید با ترسیم نقشه ساخت این وسیله و مراحل ساختش و یادداشت نکات مهم بعداً این وسیله رو بسازید و با طرز کار ترمز ماشین آشنا بشید. ابتدا از نوار حلبی که در اختیار دارید شروع کنید. باید با استفاده از درفش یا وسیله نوک‌تیز دیگری روی نوار حلبی سوراخ ایجاد کنید. این سوراخ تقریباً در وسط باریکه حلبی قرار میگیره. مقدار اضافی اون رو که قطع کنیم درست در وسط قرار میگیره. یکی از پیچ و مهرهایی که در اختیار داریم باید به این قسمت وصل بشه. یکی از پیچ و مهرهای کوچک رو به این قسمت وصل کردیم. حالا یکی از سرنگ‌ها رو برمی‌داریم و نوار حلبی که به پیچ متصل شده دور سرنگ میپیچیم تا حفاظی برای سرنگ و جایی برای سرنگ درست کنیم. قسمت‌های اضافی اون رو قطع می‌کنیم و بعد سرنگ رو در جای خودش که قرار دادیم ملاحظه بفرمایید به این شکل در میاد. با یکی دیگه از پیچ و مهرهای کوچکی که در اختیار داریم لبه اون رو باز به هم متصل میکنیم. ماحصل شکلی هست که ملاحظه میفرمایید و سرنگ درون این جا کاملا محکم هست. این یک بخش از وسیله ماست. باز هم از نوار حلبی استفاده میکنیم. با ایجاد یک زاویه 90 درجه در قسمتی از حلبی و قطع اضافه اون ماحصل به این شکل در میاد که ملاحظه می‌فرمایید باز هم یک زاویه دیگه به شکل پلکان روی حلبی به وجود میاریم که باید این قسمت به صورتی که ملاحظه می‌فرمایید طبق شکلی که ما ساختیم روی تخته با 2 پیچ و مهره‌ای که داریم متصل بشه. باز هم از نوار حلبی برای سرنگ دیگری که در اختیار داریم جایی درست میکنیم درست مثل شکل قبلی. لبه های این رو به گونه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید باز هم به این شکل میاریم و وسط اون رو در وسطش سوراخ ایجاد میکنیم و به تخته متصل میکنیم. ملاحظه بفرمایید به این صورت از نوار حلبی جایی برای سرنگ درست کردیم. بسیار
انشاءالله که تونسته باشید تا اینجا این مراحل رو یادداشت کنید. یک بار دیگه عرض میکنیم خدمتون، ابتدا از نوار حلبی جایی برای سرنگ درست کردیم به شکلی که ملاحظه می‌فرمایید، با استفاده از یک پیچ که در وسط اون قرار دادیم، عمود بر سرنگ و پیچی که حفاظ اون رو محکم بستیم تا سرنگ در اون محکم باشه. قسمت بعدی از نوار حلبی یک پایه درست کردیم به این شکل و با 2 پیچ و مهره اون رو به تخته متصل کردیم و به صورت پلکانی قسمت بالا رو در آوردیم با ایجاد یک سوراخ در قسمت بالای حلبی. قسمت بعد جای سرنگ دیگر هست که ملاحظه فرمودید وسط حلبی رو سوراخ کردیم، به تخته متصل کردیم و 2 لبش رو کمی برگردوندیم و از پشت هم اتصالات رو میبینید. 4 دانه نسوز هم که منفذ سابق به عنوان پایه‌های وسیله مورد استفادهمون قرار گرفته. حالا نوبت میرسه به درب قوطی باکس یا درب دبه پلاستیکی. وسطش رو یک سوراخ میکنیم و سرنگی که برای اون جایی درست کرده بودیم در این سوراخ قرار میدیم. ملاحظه می‌فرمایید که کاملا روان در این پیچ حرکت میکنه، پیچی که به سرنگ متصل هست. پشت اون رو واشر میذاریم و با یک مهره کوچکی که مربوط به این پیچ هست این 2 قسمت رو به هم متصل میکنیم. منتها باید درب قوطی باکس یا درب دبه پلاستیکی کاملا روان و ساده بچرخه حول محور پیچ. یکی دیگه از مهره ها رو هم به این شکل بعد از اتصال به ورقه حلبی میبندیم. ملاحظه فرمودید که سرنگ با جایی که درست کرده بودیم درون درب دبه قرار گرفت و در دبه هم به پایه‌ای که ساخته بودیم متصل شده. حالا شیلنگ رو به قسمت خروجی سرنگ متصل میکنیم و سرنگ دوم رو هم به همین ترتیب به شیلنگ باید متصل کنیم و در جای خودش قرار بدیم. خب فنر رو درون سرنگ دوم میذاریم. ملاحظه فرمایید که با فشار حرکت میکنه. حالا این قسمت رو به شیلنگ متصل میکنیم. خب همونجوری که ملاحظه کردید سرنگ در شیلنگ قرار گرفت، فنر درون سرنگ هست و زمانی که ما سرنگی که در قسمت پایین هست فشار بدیم، فشار وارد بر سرنگ دوم باعث میشه که چرخ در حال حرکت متوقف بشه. اصول کار ترمزها به این شکل هست از خاصیت انتقال فشار، یعنی قانون ترمزهای روغنی در حقیقت تبعیت میکنه و به این شکل کار میکنه. ملاحظه می‌فرمایید ما هر زمان که به سرنگ بالایی فشار بدیم، سرنگی که درون چرخ هست فشار رو به دیواره چرخ منتقل میکنه و چرخ از حرکت باز میسته. طرز کار ترمز اتومبیل ها به این ترتیب است. انشالله که شما همین وسیله ساده آزمایشگاهی رو بسازید و در جمع دیگر وسایلتون قرار بدید. موفق باشید.